دلار میشه 250,000 تومان. درکش هم خیلی پیچیده نیست، ولی دلیل اصلی که اشتباه محاسبه میکنی و آخر این ویدیو متوجه میشی. بذار اول راجع به خود امریکا صحبت بکنیم. نیمی از ذخایر ارزی دنیا دلار امریکاست. 80% تجارت جهانی دلار امریکاست. پول رایج کشور دلار امریکاست. اقتصاد قوی داره، شرکای تجاری پولداری داره، درآمد فراوانی از توریست داره. با این حال داریم یه تورم 8-9% رو تجربه میکنیم. حالا به نظرت با تورم 60% توی ایران قیمت دلار چقدر میشه؟ همینجوریش تو ایران تو بازهای زمانی 3 تا 5 ساله جهش‌های ناگهانی رو به بالا داشتیم، چون نمیشه توی بلند مدت با پول پاشی ارزش دلار رو مصنوعی پایین نگه داشت. همونطور که دلار 5 تومانی شد 25 تومن، دلار 50 تومانی هم میشه 250 تومن. شما باید به مضرب توجه کنی و اسیر عدد نشی. البته یه سریا میگن جامعه ما تحملشو نداره، ولی این دوستان اون زمانی هم که دلار 1000 تومن بود همین صحبت ها رو میکردن، ولی دیدیم که شد. میدونی چرا؟ چون ذره ذره عادتت میدن. موفق باشید.